سلام بچه، حالتون چطوره؟ یه بازی آوردم براتون، شکل و شمایل بازی جی تی ای. اول از هر چیزی میرم نمایشگاه ببینم چه ماشینی میتونم بخرم. پیکان، پراس 131، 111، سبا، پیژورا. خب دیگه ببینیم چی داره. اینا که اصلا قشنگ نبود. خب ببینیم. 206 همه خوبه که قفلن. سورن، من عاشق سمن سورنم. خب نمیشه هیچ کدوم برداشت. به نظرم برگردم همون پیکان خودمون رو برداریم، خیلی بهتره. خب ماشینم رو انتخاب کردم. الان میتونم شخصیتم رو خودم تغییر بدم. ماسک، به نظرم ماسک نزنم قشنگتره. کلاه هم میتونم عوض کنم. خب کچل، نه کچلی هم بهم نمیاد. این کلاه خوبه. رنگ لباس با پیکان سفید، پیراهن سفید، کفش به نظرم مشکی خوبه. رنگ شلوارم هم همون سفید باشه، به نظرم خیلی بهتره. خب اینم شخصیت، اینم ماشین. خب حالا باید بریم توی شهر ببینیم چه خبره. 2 تا مپ داریم، آنلاین و آفلاین. رانندگی توی روز و شب که من روز انتخاب کنم. خب حالا بریم داخل شهر ببینیم داخل شهر چه خبره. خب برم سریع سوار ماشینم بشم، یه دور بزنیم توی شهر ببینیم چه کارهایی میتونیم بکنیم. خب سوار ماشین میشم، برم یه دور بزنم سمت راستی گازه، بغل دست اونم دنده عقب برمیگرده و ترمز دستی هم که دارم. خب تا اینجا که خیلی خوب داره میره، تعادلش هم بد نیست. یه خورده بریم جلوتر. اوه چه تصادفی بود. خدا را شکر ماشینم هیچ صدمه ای ندیده. شهرم که شهر بدون قانونه، هیچ پلیسی هم وجود نداره. خب یه خورده برم جلوتر ببینم توی شهر چه خبره. توی نقشه دارم میرم به سمت اون هواپیما که اونجاست، برم ببینم چه خبره. بذار ببینم میتونم پیاده بشم، یه دعوا را بندازم ببینم کسی میتونه منو بزنه. خب این بدک نیست، برم سراغش. خب اوه با یه دونه مش افتاد که بنده خدا. خب ببینم دیگه چه خبره دور و بر. خب مشتمو عوض میکنم، میتونم تفنگ بردارم. اوه چقدر کیف میده، هیچ کس هم نیست به من گیر بده. عوض کنم با دستای خالی. نه بردش زیاد نیست. عوض میکنم. نتونستم نیسان آبیو بزنم. یه ماشین از اون ور میاد، با ترکوندمش. ببینم این ور چه خبره. اینم ترکوندم. خب عوض کنم. چطوریه؟ خیلی باحاله، خیلی لذت داره. اوه دود بلند شد. واو منفجر شد. به نظرم فرار کنم برم بهتره. دنده عقب بیام. وای آخه تو اونجا چی کار میکنی؟ ماشینم رو داغون کردی. پیکان رو داغون کردن. خیلی باحاله. خب بریم به سمت هواپیما ببینیم اون ور چه خبره. خب ببینم میتونم سوار این بشم. بله میشه.
جت فکر کنم. آره واو چقدر هیجان داره. از شهر خارج می شود. فکر کنم خیلی از شهر دور شدم. فکر کنم میتونم بپرم پایین. برگشتم داخل شهر. آره پریدم پایین. چتر رو باید باز کنم الان. چه به موقعم چتر رو باز کردم. خب با استفاده از این راهنما میتونم هر چیزی که لازم باشه رو درخواست بدم. هلیکوپتر، تانک، جت، موتور. خب اینم هلیکوپتر، اینم تانک. میتونم سلفی هم از خودم بگیرم. به به چه قیافه خوشگلی داره. آقا پلیس شبا که ما میخوابیم، آقا پلیس بیدار. روز چیکار میکنی اینجا عزیز من، برادر من؟ خب جتو میخوام سوار بشم ولی مثل اینکه نمیتونم برم بالا چون این موتور روش افتاده. کنم برم دنبال یه کار دیگه، یه چیزی که سوار بشم خیلی بهتر باشه. موفرفری شما اینجا چیکار میکنی عزیز دلم؟ بزنم توی مغزش. خدا بیامرزتت عزیزم. سریع محو میشه. تجربه سوار شدن تانک رو تا حالا نداشتم. برم سوار بشم ببینم چه خبره. راهو باز کردم واسه این بنده خدا. کجا میری عمو؟ یه خورده فرمونش سخته، خیلی سخت این منور میره. فکر کنم باید وایسم فقط ماشین ها رو بزنم. نه اصلا خوشم نیومد. به نظرم پیاده بشم درخواست موتور داشته باشم خیلی بهتره. خب بریم سوار بشیم. موتور خوشگلی هم هست. چند دقیقه بیام. خب اینجا میتونم گاز بدم. واو قشنگی حال میده. خدا اوف داشتم روبروی ماشینا میرفتم. خب تک چرخ هم میتونم بزنم. چراغاش هم که روشن میشه. حل دیگه. همه چی میزونه. برو که بریم. از بین همه وسیله ها بهترینشون همین موتور بود. پیاده بشم. آقا من که خیلی خوشم اومد. پیشنهاد میکنم که شما هم حتما این بازی رو تجربه کنید.